برای این کار یه نخ حدوداً 40 سانت تا 45 سانت بزرگتر هم گرفتید مشکل نداره. 4 تا منجوق وارد نخ میکنید. 2 3 و 4. 3 تاشو ول میکنید. از دونه اولی رو مشترک میکنیم. این 3 تا میره دونه اول بین دو نخ مشترک میشه و میکشه میره تا وسط نخ که دو طرف نخ با هم مساوی باشن. این 4 از این بعد 3 تایی میشه. یه دونه این سمت، یه دونه این سمت و یه دونه مشترک. من از 3 تاشم یه جا میگیرم چون راحت تره. بعد یه دونه شو ول میکنم میره روی این نخ، یه دونه میره روی این نخ، یه دونه مشترک میمونه. این کار رو تکرار میکنیم تا این دونه های بغل حدودا 6 تا بشه. این 5 تا 1 2 3 4 تا 5 ردیف اومدیم. بازم 6می همون مثل ردیف های قبلی یه دونه تو این، یه دونه نخ رو به رو، وسطی هم مشترک. این میره، این هم میره توی این نخ، وسطی مشترک میشه. خب برای ردیف 7 دوباره 3 تا با این تفاوت که 2 تا شو ول میکنیم میره و دونه اولی رو مشترک میکنیم چون میخوایم دور بزنیم. دونه اولی که مشترک کردیم سعی کنید نقاطون رو بکشید منجقا سفت بایستن. خب حالا باید دور بزنیم و برگردیم. برای برگشت رنگ منجوق عوض میکنم که متوجه بشید. 3 تا منجوق